علما میگن انسان گناه میکنه بخواد یا نخواد، اما مهم گناه کردن نیست. گناه بده ولی انسان گناه میکنه، ولی بدتر از گناه 4 چیزه، اینو داشته باشید. 1 اصرار بر گناه. خود گناه بده ولی بدتر از خود گناه 4 چیزه. اگر اشتباه کردی به تذکر دادن دیگه اصرار نکن. اصرار بر گناه و تکرار گناه این از خود گناه بدتره. 2 توجیه کردن گناه. وقتی گناه کردی دیگه توجیه نکن. گناه استغفار میخواد، توبه میخواد، عذرخواهی میخواد، مثل بابا آدم. دیگه توجیه نکن. نگاه بر صورت خوبان حلال است، فلان، حالا نمیدونم فلان، یه چیزی برای خودش داره توجیه میکنه. نه این اسمش این آب هویجه، این آب انگوره. گناه انسان میدونه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده یک خارشی تو دلت ایجاد میکنه، میدونی که این گناهه، این دل بیقرار میشه. طاعت و عبادت دل آروم میگیره. گناه انسان رو مضطرب میکنه، بیقرار میکنه، نگران میکنه، پریشان میکنه. هیچ آرامشی تو گناه نیست. پس بدتر از گناه 1 اصرار بر گناه، 2 توجیه کردن گناه. استغفر الله، تمام شد. 3 کوچک شمردن گناه. نگاه نکن که این گناه بزرگ کوچکه، نگاه کن کی داری نافرمانی میکنی. تو نافرمانی رب العالمین داری میکنی. گناه هر چند که کوچک باشه کوچک نشمار. یک کم در بر بگردیم درباره ایمان صحابه بگیم. میگن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم گناههای صغیری که ما انجام میدیم اونا کبیره حساب میکردن و فکر میکردن که زیر گناه اینطوری تصور میکردن که زیر یک کوه بلند نشستن، با این گناهشون دارن کم کم زیر کوه دارن خالی میکنن. هر لحظه احتمال داره کوه بریزه رو سرشون. و 4مین چیزی که بدتر از خود گناه، آشکار کردن گناه و عربده کشیدنه. چقدر بده که ستر خدا آدم بدره پاره بکنه. خدا تو رو داره ستر میکنه، میپوشونه. تو گناهی که شب تو خلوتت خودت با دوستانت تو یک خونه خالی جایی تو یک شهرستانی کسی هم نفهمیده، خودتون 4-5 نفر بودید، بعد بر میگردید تو کشور خارجی رفتید گناهی با هم کردید، حالا میاد اینجا تو یه جمع 40-50 نفر داری با آب و تاب، با یه حال و هوای آب و تابی که بازگو میکنید، تعریف میکنید، عجب چیزایی بود، عجب. این دیگه مجاهره با گناهه. این خیلی بدتر از گناهه. اون کسی که یک گناهی کتره خودش خجول، خجالت داره میکشه، خداوند هم سترش کرده، اون امیدی هست. چقدر خداوند ما رو داره ستر میکنه. این ستر خدا، پوشش خدا رو پاره نکنیم.